اگه تا حالا حس کردی یه جوری با بقیه فرق داری، انگار گاهی وسط شلوغ ترین جمع هم احساس تنهایی کردی، این ویدیو برای توه. چون امروز قراره 6 نشونه رو بشنوی که ممکنه ثابت کنه انرژی درونی تو به طرز نادری خاصه و مهمتر از اون بفهمید چرا این انرژی خاص میتونه هم نعمت باشه و هم مسئولیت. حالا قبل از هر چیز یه سوال دارم. تا حالا شده فقط با وارد شدن به یه فضا بدون اینکه حرفی بزنی همه یه توجه ها بیاد سمتت؟ نه به خاطر ظاهرت، نه به خاطر صدات، فقط انگار حضورت یه چیز دیگه است. انگار یه چیزی توی هوا عوض میشه. اگه این حس برات آشناست ممکنه یکی از اون آدمایی باشی که انرژیشون نادره و دقیقاً به خاطر همینه که توی زندگیت یه سری اتفاقات تکراری رو تجربه میکنی که خیلیا نمیتونن درکت کنن. اولین نشونه آرامش درونیه که به طرز عجیبی توی تو جریان داره. نه از اون آرامشای تقلیدی که با یوگا و مدیتیشن ساخته میشه، نه، یه آرامش خاموش، آرامشی که عمیقه، آرامشی که انگار از جای خیلی قدیمی درونت ریشه گرفته. تو دنبال جلب توجه نیستی، ولی آدما نمیتونن نادیدت بگیرن. با سکوتت حضور داری، با نگاهت. تو انرژی نمیگیری با سر و صدا، تو انرژی میری با بودن و این سکوت قدرت توه. کارل یونگ بهش میگفت فردیت یافتگی. یعنی وقتی آدم با زخمهاش، با سایه‌هاش روبرو میشه، دیگه دنبال اثبات خودش نمیره. دیگه نیازی نداره بگه ببین منم هستم، چون بودنش خودش حرف میزنه. ولی بذار یه شک بهت بدم، داشتن این نوع انرژی همیشه تحسین نمیگیره. بعضیا ازت میترسن بدون اینکه حتی خودت بدونی چرا. چون انرژی تو آینه است. وقتی کنار تو قرار میگیرن، اون نقابی که سالها ساختن شروع میکنه ترک برداشتن و آدما همیشه با خود واقعشون راحت نیستن. دومین نشونه، تو بدون اینکه بخوای مثل یک آهنربای اعترافات عمل میکنی. آدما تو رو میبینن و بی اختیار شروع میکنن به حرف زدن. از درداشون، از ترسهاشون، از چیزایی که حتی با صمیمی‌ترین دوستاشونم نگفتن. انگار انرژی تو درشون یه حس امنیت ایجاد میکنه. ولی خب این همیشه خوب تموم نمیشه. همین آدما بعدش ممکنه ازت فاصله بگیرن، چون وقتی تنها میشن اون حس لخت بودن جلو تو دوباره زنده میشه. احساس آسیب پذیری و از خودشون دلخور میشن، نه از تو. ولی تو توی ذهنشون موندی به عنوان کسی که نقاب رو کنار زده. کارل یونگ میگفت بعضی آدما مثل آینه هستن. آینه هایی که دروغ نشون نمیدن، فقط حقیقت رو آشکار میکنن و این آشکارسازی همیشه هم خوشایند نیست. سومین نشونه، تو انرژی محیط رو قبل از اینکه کسی دهن باز کنه میفهمی. اگه وارد یه جمع میشی و حس سنگینی یا استرس یا تظاهر رو فوراً حس میکنی، اگه وقتی کسی میخنده ولی تو میفهمی لبخندش واقعیه یا فقط نقابه، یعنی تو یک گیرنده قوی انرژی هستی. این حس قدرتیه که از دل خودشناسی میاد. وقتی تو با سایه‌هات کنار اومدی، وقتی با دردات زندگی کردی، ناخودآگاه درد دیگران رو هم تشخیص میدی، حتی اگه لبخند به لب داشته باشن. ولی همین توانایی یه مسئولیت سنگینم هست. برای همین تو از روابط سطحی خسته ای. تو دنبال عمقی، چیزی که بتونی توش نفس بکشی. چهارمین نشونه، تو با حضورت بدون حتی یک کلمه سیستم دفاعی بقیه رو فعال میکنی. بعضیا ازت خوششون نمیاد بدون دلیل. ممکنه بگن مغروری یا سردی یا حتی زورگویی.
در حالی که تو فقط خودتی، ولی حضورت اون تصوری که از خودشون ساختن رو به هم میزنه. تو باعث میشی اون تصویر تقلبی از خودشون ترک بخوره و این یعنی خطر برای ذهنشون، برای ایگوشون. پس ممکنه ازت فرار کنن یا سعی کنن کوچیکت کنن یا حتی سعی کنن تخریبت کنن، نه چون بدی، بلکه چون بودن تو بهشون یادآوری میکنه چقدر از خودشون دور شدن. پنجمین نشونه تنهایی برای تو یه جور پارادوکسه، هم درد بوده هم پناهگاه. تو خیلی زود فهمیدی که همه کس هم فرکانس تو نیست. مکالمه های سطحی خستت میکنن، جمعایی که فقط پرحرفی دارن بی معنی میشن و کم کم خلوت شد اطرافت. ولی فهمیدی که این تنهایی تنبیه نیست، یه نوع پاکسازیه، یه فرصت برای بازسازی، یه جایی که انرژیت دوباره شکل میگیره. کارل یونگ میگفت کامل شدن بدون فاصله گرفتن ممکن نیست. تو برای اینکه خودت باشی گاهی باید از جمع جدا شی، نه برای فرار، برای بازگشت با وضوح بیشتر. و بالاخره ششمین نشونه، تو یه روزی دیگه از خودت نپرسیدی چرا با بقیه فرق داری. یه روزی فهمیدی که این تفاوت طراحی وجود توه. تو نیومدی که شبیه بقیه باشی، تو نیومدی که جا بشی، تو اومدی که بیدار کنی، که به یاد بیاری که آینه‌ای باشی برای حقیقت. قدرت تو توی بودنه، توی حضوره و هر کسی لیاقت لمس کردن این حضور رو نداره. برای همینه که باید از انرژیت محافظت کنی، نه برای اینکه خاصی، بلکه چون این انرژی ساده به دست نیومده، از دل تاریکی گذشته، از عمق رنج و سوال و تردید. تو ساختیش و حالا باید بدونی که فقط بودن تو خودش کافیه. اگه تا اینجا رسیدی یعنی یه چیزی توی وجودت این حرفا رو حس کرده، چون کسی که این انرژی رو نداره حتی تا اینجا یه ویدیو هم نمیمونه. تو موندی چون در عمق وجودت میدونی که فرق داری، فقط شاید تا حالا کسی این تفاوت‌ها رو بهت نگفته بود و حالا که گفتیم وقتشه بدونی با این انرژی خاص چه کار باید بکنی. اول از همه باید بدونی این انرژی یه هدیه است، اما بدون راهنما میتونه تبدیل بشه به بار سنگین. تو قدرت دیدن داری، شنیدن حرفای ناگفته، لمس کردن حقیقت‌های پنهان، ولی قدرت بدون مرز اگه بی محافظت باشه از درون خوردت میکنه. پس از اینجا به بعد باید تصمیم بگیری میخوای این انرژی رو صرف قانع کردن آدمایی کنی که هیچ وقت قرار نیست درکت کنن، یا میخوای خودتو وقف ساختن دنیایی کنی که با ارتعاشت همخوانه. اینجا یه نقطه انتخابه. آدمای با انرژی نادر همیشه با دو مسیر روبرو بودن، یا خودشونو کوچیک کردن تا جا بشن یا وایسادن وسط نور وجودشون. حتی وقتی همه چی گفت اشتباه نکن، تو کدوم انتخاب میکنی؟ جهان به آدمای عادی احتیاج نداره، جهان به حضور تو احتیاج داره، به نگاهت، به حس عمیقت، نوری که از تاریکی ساختی. ولی تو باید اول خودت باورش کنی. اگه دنبال تایید بقیه‌ای هنوز به قدرتت نرسیدی. قدرت واقعی وقتی میاد که دیگه لازم نباشه توضیح بدی کی هستی، فقط باشی. پس از امروز لازم نیست همه بفهمن، لازم نیست توی جمع جا بشی. تو قرار نیست شبیه بقیه باشی. تو اون آدمی هستی که وقتی وارد یه فضا میشه فضا رو تغییر میده، نه با حرف، با حضور، نه با صدا، با ارتعاش. و این یه مسئولیت بزرگه، چون از اینجا به بعد باید انتخاب کنی کی بهت نزدیک بشه. باید بدونی کی ارزش لمس انرژی تو رو داره.
باید بدونی کی لیاقت دیدن نور تو رو داره و اگه این به معنی تنهایی های بیشتره اشکالی نداره، چون تو با خودت در صلحی و کسی که با خودش در صلحه هیچ وقت تنها نیست. اگه این حرفا باهات حرف زد، اگه یه چیزی ته دلت گفت، دقیقاً منم، بدون که تنها نیستی. ما یه جمعیم، یه موج از آدمایی که قرار دنیا رو با فرکانسشون بالا ببرن و ویدیوی بعدی دقیقاً برای همین آدماست، کسایی که آمادن قدم بعدی رو بردارن. پس اگه آماده انرژی واقعی خودتو زندگی کنی، ویدیوی بعدی جاییه که ذهنتو منفجر میکنه. میخوای فقط خاص باشی یا قرار از این خاص بودن یه رسالت بسازی؟ انتخاب با توه و مسیر همین الان شروع میشه.